در اینجا روشن یار محمد ادیبی تاجیک را دفن کردند در دهه کلینین در ناحیه جلال الدین رومی. ادیبی 76 ساله روز 4 مارس درگذشت، هرچند به قول خویشاوندانش بیمار نبود. اومان یکم رنج نداشتن، هیچ گونه رنج نمیکشیدن، بیماری هم نکشیدن. همین یک ساعتای 3 به احوالش کم تا باشد، بعد یک بار وای کردن. دلش از کار مونده است. این خیلی یکم با رنج پنج این خیلی گپو نبوده، بیماری نداشتن این کس. خاصیت یارو دختری پناهنده‌اش از اروپا بر رادیو آزادی گفت فراق فرزندان پدر را از پای افکند. روشن یار محمد از منقدان شناخته تاجیکستان بود. یکی از نویسندگان توانای ریسپوبلیک به حساب می‌روند. رمان عشقی رودکی دارند. نقد ادبی اتفاق رو همین کس می‌بردند. بسیار فکرای عالی‌جناب می‌نویسند، با حقیقت می‌نویسند. راست می‌نویسند. خیلی دروغ تعریف و تفسیر نمی‌کنه. حتی من شاگردش بودم میگم که ظریف جان خفه نشو، من چیزی که هست همون می‌نویسم. پنهان نمی‌کرد که در غم فرزندی شناخته‌اش می‌سوزد. بزرگ مهریاروف وکیل دفاع شناخته را سال 2016 با گناه قلابی و برانگیختن عداوت مذهبی به 28 سال زندان محکوم کردند. پدرش پسر را بیگناه می‌دانست. در مراسم دفن ادیبی تاجیک و مؤلف کتاب گورکاب هیچ یک از فرزندان شرکت نداشت. بزرگ مهریاروف در زندان است. دخترش خاصیت یاروف و پسر دیگری جمشید یاروف بعد از زندانی شدن برادر در اروپا پناهنده شدند. در مراسم دفن گورکابان بودند، همدهگان و مردم روستاهای اطراف.